و مربی 10,000 تومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. دستگیری شما. کفکوبی میزنیم دوستان عزیز. مبارک باشد جایزه. ارزنده هستند. مبارک و فرخنده باشد. آفرین کفکوبی میزنیم دوستان عزیز. و رضای شادمان سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آقای برگشتگی جدا مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و مربی در حجم 10,000 سومانی تقدیم کرده می‌شود. مرحبا، مبارک باشد. با کفکوبی ما همه اینجا دست می‌نماییم. استاد احمد مرحبا. مبارک و فرخنده باشد. کفکوبی میزنیم دوستان عزیز. آفرین. عزیزم اسلام جان سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آیین و کشتی گناه رومی مکافات پولی در حجم 40,000 تومانی و مربی 10,000 تومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. بهترین مبارک باشد. در حقیقت دو نفران هستند که نام تاجیکستان عزیز ما را بالا برداشتند و پرچم بردار ما بودند. بهترین مبارک باشد. عثمانوف بهادر سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آیین و باکس مکافات پولی در حجم 20,000 سومانی و به مربی 5,000 سومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک باشد. دستگیری می‌نماییم. دستگیری می‌کنیم دوستان عزیز. کفکوبی‌های شما حلیم الله بارانلو سازوار جای سوم در چمپیونات آسیا آیین و تکواندو رته مکافات پولی در حجم 20,000 تومانی و با مربی در حجم 5,000 تومانی قدردانی می‌گردد. مبارک باشد. مبارک باشد. آفرین مبارک باشد. می‌بینیم که در قطار مردان بانوان نیز در ساحه ورزش موفق هستند. آفرین. مسابقه ورزشی دختر در جمهوری کره قراردادان هستند که برای گرفتن جایزه حاضر گردند و استادشان جایزه را قبول می‌کنند. محمد بیکوف سامان سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آیین و گشتگی جدا مکافات پولی در حجم 20,000 سومانی و به مربی 5,000 سومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. دستگیری می‌نماییم دوستان عزیز. روشن ارزنده 1% کلمات و خاطر ورزش را می‌زنیم.
Abdulmajid Muhammad سزاوار جای سیون در چمپیونات آسیا آمریکا باکس مکافات در حجم 20,000 تومانی و مربی 5,000 تومانی سپرده می شود. مبارک باشد. آفرین. نظیر میکنیم دوستان عزیز تقدیم های شما. این موفقیت، این دستاوردها مبارک باشد. مصطفی سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیایی و مشکلی ترزی آزاد مکافات کلی در حجم 20,000 تومانی و به مربی 5,000 تومانی تقدیم کرده می شود. ورزشگر در مسابقه ورزشی بیرون از کشور قرار دارد ندانستند که به مراسم جایزه سپاری حاضر شود. شما دوستان عزیز دستگیر میکنید. امام علی مرادی سزاوار جای یکم در چمپیونات جهان با کشتی جدا مکافات پولی در حجم 40,000 تومانی و به مربی 10,000 تومانی سپرده می شود. مبارک باشد. دستگیر می نماید. افتخار ملت تاجیک. آفرین. احسن. مبارک باشد. سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آمریکا باکس مکافات پولی در حجم 15,000 تومانی و به مربی 3,750 تومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. دستگیر آقای بزرگ عزیز. آفرین. احسن به این جوان مردان شجاع وطن. مبارک باشد. عبدالله آزاده اکبرعلی سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آمریکا باکس مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی آسیا آمریکا باکس مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی مکافات پولی در حجم 9,500 تومانی سپرده می شود. در سفارش و به خاطر این باقی بگذارد. احسن آفرین ها و چنین بانوانی شجاع و دلیر وطن گرد آفریدان زمان هستند. احسن. سلیم نیکروز سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آمریکا باکس مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2,500 تومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. ورزشگر در چمپیونات آمریکا ورزش در بیرون از کشور قرار دارد و این لحظه در مراسم با حضور ندارد. و این جایزه را ما برای او مبارک باشیم. این بزرگوار پرچم بردار ملت تاجیک باشد. عبدالمجید محمد سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آمریکا باکس مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی مکافات پولی در حجم 2,500 تومانی سپرده می شود. مبارک باشد. بار دیگر آفرین. بار دیگر مبارک باشد. احسن و آفرین.
نمایش دوستان عزیز. واقعا هم مربیان استادان و فرانی هستند که در موفق شدن ما تلاش‌های بی‌اندازه دارند. یک کف‌کوبی به خاطر والدین آنها مبارک باشد. احسن و آفرین. رحیم خسروخان سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلود باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و به مربی 1250 تومانی سپرده می‌شود. مرحبا. مبارک و فرخنده باشد. احسن و آفرین مبارک باشد. عبدالله محمد امین سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آلود و کشتی طرزی آزاد مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2500 تومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک و فرخنده باشد. رسمی بینمایی دوستان عزیز. اما در آینده نیز به این ورزشکاران موفقیت خواهیم و امیدواریم که باز هم سزاوار جایهای نمایان می‌گردند و پرچمبردار تاجیکستانی صاحب استقلال می‌شوند. بهرام علیرضا سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آلود کشتی طرزی آزاد مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2500 تومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. کف‌کوبی‌های شما دوستان عزیز دستگیری می‌کنید. آفرین. سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آلود باکس مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2500 تومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک باشد. رسمی بینمایی دوستان عزیز. احسن و آفرین مبارک باشد. نوابسته به جوانی خود نگاه نکرده در مسابقه‌های سطح بین‌المللی سزاوار جای گردیدن نیز این یک شرف بزرگ است. باید صفحه خوب بگذارید به خاطر این ورزشکار جوان و مرد است. مربی دکتر ساجاد سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آلود کشتی یونان رومی مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2500 تومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. در واقع ارزنده هستند. کف می‌کوبیم به خاطرشان. آفرین. یونان و رومی مکافات پولی در حجم 10,000 تومانی و به مربی 2500 تومانی سپرده می‌شود. مبارک باشد. رسمی بینمایی دوستان عزیز. ورزشکاران موفق ما پیوسته در زیر سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت قرار دارند و زیر توجه آخص قرار دارند. احمد رسول سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلود باکس مکافات پولی در حجم 5,000 تومانی و به مربی 1250 تومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک و فرخنده باشد.
وقت در زمان صاحب استقلالی مملکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات سطح بین‌المللی پرچم تاجیکستان را بلند برداشتند. تصدیق به خاطر این ورزشکاران پرچمبردار بودند. لازم مملکت سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و به مربی 1250 تومانی سپرده می‌شود. زنان بانوان تاجیک امروز در قطار جوانمردان در عرصه بین‌المللی پرچم تاجیکستان را از روی نمود پراکنده ورزش بلند می‌بردارند. ترسم می‌زنند به خاطر این بانوان جسور و دلیر. این افتخار ما مردم سربلند تاجیک است. ارماتوف نورلانبек سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیایی و باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و با مربی 1250 تومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک و فرخنده باشد. ورزشگر با سابقه در مسابقه ورزشی قرار دارد بدون از پیشتر در مراسم بزرگ ندارد. برایش ترس می‌کوبد. خلوار حسنیه سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و به مربی مبارک و فرخنده باشد. به خاطر این ورزشگران و به خاطر استادانشان کف می‌کوبیم. آفرین. ورزشگر دو سالی در مسابقه‌های ورزشی خودند دور از پیشرفت قرار دارند و در مراسم ما حضور ندارند. و ما این جایزه را برایش مبارکباد می‌گوییم. میرزا رجب فیروز سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس مکافات پولی 1250 تومانی سپرده می‌شود. مبارک و فرخنده باشد. دستوری نمایید. اشور رستمجان سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و به مربی 1250 تومانی سپرده می‌شود. مرحمت. دوستان عزیز مبارک و فرخنده باشد این جایزه ما. و باز هم یک بانوی دیگر سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس ایسای و هنگامه در حجم 5000 تومانی و به مربی او 1250 تومانی تقدیم کرده می‌شود. مبارک فرخنده باشد بانوی جسور و دلیر تاجیک. دستگیر نمایید دوستان عزیز. آفرین به این گونه زنان دلیر و شجاع. زفرون رستم سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آلمپیک باکس مکافات پولی در حجم 5000 تومانی و به مربی 1250 تومانی سپرده می‌شود. ورزشگر با سابقه در مسابقه ورزشی اشتراک کرده شده در مراسم با حضور ندارد. آفرین مبارک باشد. عبدالغیف اکملجان سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا
جای سوم در چمپیونات آسیایی و باکس مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و با مربی 1250 سومانی سپرده می‌شود. احسن دوستان عزیز دستگیر می‌کنیم کف‌های پرموج شما و خاطر این جوانانی دلیر و شجاع. سامانی و به مربی 1250 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. اما یک دو دست می‌ریم نمایید. مبارک فرخنده باشد. عبدالحکیم‌زاده محمد سزاوار جای سوم در چمپیونات آسیا آیین و کشتی یونان و رومی مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و با مربی 1250 سومانی سپرده می‌شود. چیست پرچم افتخار ملت است، چیست پرچم اقتدار دولت است. مبارک باشد. بهترین فدراسیون ورزشی سال، بهترین انشاءات ورزشی سال، بهترین شهر ورزشی سال، بهترین وسایل اخباری آمد در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و بهترین شارع و همزمان ورزشگر نوروز امیدبخش در سال 2022 اعلام نمود که بهترین ها معین کرده شده در مراسم جنبسته چهارمین امروزه قدردانی می‌گردد و بهترین ورزشگر بین کلان سالان از روی نماد المپیک ورزش در سال 2022 دارنده مدال طلای باکو گرند اسلم 2022 و غالب جای دوم مسابقه بین المللی نهایی ماستر 2022 آید به گشته جدا رحیموف تیمور. مبارک باشد. مبارک باشد. دکتر حمد زنده. و باز یک جایزه دیگر مبارک باشد. در حقیقت ارزنده هستند، افتخار ملت تاجیک و پرچمبردار ملت تاجیک هستند. دست می‌دهیم نمای دوستان عزیز. بهترین ورزشگر بین جوانان از روی نماد المپیک ورزش در سال 2022 و دارنده مدال طلای چمپیونات جهان آیین و کشتی جدا نورعلی امامعلی داده می‌شود. مرحمت استقبال بگیرید و تفریح‌های پرموج. مبارک باشد. دوستان عزیز تقدیم‌های شما آخرین بار دیگر جایزه مبارک باشد.
بین کلان سالان از روی نمای خیری المپی ورزش در سال 2022 چمپیون جهان آیین و باکسی کسبی رحیموف شفقت مرحبا مبارک باشد. دست بروی نمای دوستان عزیز. بسیار هم ارزنده یک قصر مخاطری ورزشگران شجاع در کشور میزنیم. آنها در حقیقت ارزنده این جایزه ها هستند. کفکامی های شما دوستان عزیز آفرین دستگیری میکنیم. بهترین ورزشگر بین بندگان در سال 2022 چمپیونات جهان آیین و بادوگیرد یاسمین علیم رو گذاشته شود. رسول پای بگیره. بهترین در حقیقت زنان و بانوان ما گردآفرین زمان هستند. دست بروی نمای دوستان عزیز. خب دوستان عزیز یک بهترین دسته ورزشی در سال 2022 تیم ملی فوتبال تاجیکستان مبارک باشد. دست بروی نمای تصفیش قربانی ورزشگران این تیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان مرحبا مبارک باشد. یک کف نکنید به خاطر فوتبال بازان ما. مربی بهترین بین کلان سالان در سال 2022 و مربی کشتی جدا عبدالرحمن سهرا رستموف داده می شود. مبارک باشد. مبارک باشد دوستان عزیز. جایزه ها فرخنده و مبارک باشد. بهترین بین جوانان در سال 2022 مربی کشتی جدا صابر و فروخ داده می شود. مرحبا مبارک باشد. بسیار ارزنده کفکامی های شما دوستان عزیز. دست بروی نمای دوستان عزیز. این تحفه ها این جایزه ها مبارک باشد. خب دوستان عزیز بهترین فدراسیون ورزشی از نماد المپی در سال 2022 و فدراسیون چوبای تاجیکستان داده می شود. فدراسیون جودای تاجیکستان آفرین مبارک باشد. در حقیقت این نماد ورزش در طول سالهای صاحب استقلالی خیلی و خیلی هم پیشرفت زیادی کرده است. مبارک باشد. و بهترین فدراسیون ورزشی از روی نماد خیری المپی در سال 2022 و فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری تاجیکستان داده می شود. مرحبا مبارک باشد. مبارک و فرخنده باشد. خب دوستان عزیز بگذاریم به نامیناسیون بهترین شهری ورزشی. از روی این نامیناسیون بهترین شهری ورزشی در سال 2022 شهر دوشنبه اعلام می‌گردد. آفرین مبارک باشد.
گفتن از شهری دوشنبه شهری امید آرزوها بهترین شهر ورزشی است و از مدثری رئیس جوانپرور و ورزشپرور امروز در هر یک گوشه این شهر نازنین مکانهای ورزشی بنیاد کردند که برای دوستان با ورزش جلب نمودن جوان نوسان یک زمینه خوبی فراهم می‌آورد. البته مبارک باشد این جایزه و شهر دوشنبه شماری این اکادمی این نو تاسیس یافته است علاقه جایزه‌دار در سال 2022 گردید. بهترین مکتب ورزشی در سال 2022 با مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 اوید و نمادهای کشتی شهر دوشنبه داده می‌شود. مرحبا. دوستان عزیز می‌گذاریم و نامیناسیون ورزشگر نورسی امید بخش در سال 2022 قهرمان آسیا عالیدی جودو جایزه‌دار چمپیونات جیوجیتسو ترسونزاده سامان از روی نمونه گشتنی جودو مبارک باشد. استقبال دوستان عزیز خاص بزنید به خاطر این نورسی جوان و دلیر. احسن آفرین‌ها. کفکوبی های شما دوستان عزیز مغز از زمان کودکی تربیت یافته باز تا زمان بزرگی و دستاوردهای زیاد دیگر نایل می‌گردد. مبارک باشد. دوستان عزیز نک عمر امام حسین رجبویچ دارنده سرتیفیکت جهانی رکورد با قوه دستسنجی زیاده از 5200 مراتب. مرحبا مبارک باشد. رسمی های اسم برای این نورس اسمای بستیدان احسن مبارک باشد. کار میکنیم به خاطر نورسان جوان. امیدواریم که در آینده همچون یک ورزشگر موفق پرچم تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی بلند می‌بردارد. همزمان از روی نسل مذکور جایزه داده می‌شود به دورمات و ژسمینا اوید به نمادهای گیمناستیکا و این گل دختری زیبا و دیگر دعوت می‌کنیم روی صحنه ترسونزاده صافیه اوید به نمادهای گیمناستیکا مبارک باشد. مبارک باشد خورسانی با مهارت و همه که با تمکوبی ها همراه میشه و خورسانیت. مبارک باشد. و این دختر خوردکک این جایزه مبارک باشد. و اینک روی صحنه دعوت میکنیم سترینیکووا یلیزاوتا اوید و نمودهای گیمناستیکا مبارک باشد. فرخونده باشد. احسن و آفرین. احسن آفرین و چنین گل دختران شجاع وطن. دست می‌بینم و دوستان عزیز. آفرین. کفکوبی میزنیم به خاطر این نورسان جوان. دوستان عزیز اکنون بگذاریم به نامیناسیون بهترین مؤسسه تربیتگر ساحه ورزش در سال 2022 جایزه مذکور در سال 2022 با مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش ایشی داده می‌شود. مبارک باشد. خوب دوستان عزیز یک نامیناسیون بهترین شارع ورزشی در سال 2022 رحمت شاه عابدov شارع تلویزیونی تاجیکستان مبارک باشد. احسن و آفرین. مبارک باشد دوستان عزیز.
احسن استاد مبارک باشد این جایزه در حقیقت ارزنده هستم. علی شریف شورای مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش بسیار مبارک باشد. بله در حقیقت استاد علی شریف ارزنده این جایزه هستند. در رشد و نمو و پیشرفت تلویزیون ورزش سهمی ارزنده گذاشتند. مبارک باشد. دست بگیرید آقای دوستان عزیز. و همزمان با پیشرفت مرادعی شارع مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش مبارک باشد. دست بگیرید آقای دوستان عزیز. مبارک باشد. آفرین. دست بگیرید آقای دوستان عزیز. جایزه مبارک باشد.